سلام علیکم دوستان عزیز. روز سعید جمعه به همه شما مبارک باشد. امروز ماده 8 اپریل روز پنجشنبه. بینین چه برف زده است. برفای زمستان هم خیلی هر جا کم کمکی موندگی آب شده است. با برف بهارانه زده است. خیلی تا یک ساعت هم خیلی کم کمکی برف زد با آفتاب که شروع کرد تا بگرد روی خانه ده. دوستان عزیز ای قفای همی پخت پز او بارکای کلان مشیدگی هم خیلی در کخنی ایس پخت پز میکنی با ایس خیلی جای جزیر شدگی را می روی تازه میکنی. در جای یک سحر خواستم بچه ها در تخمی دمشنی بیرون کنم. هر یک زوالا را تنکی بد نکنیم برای که وقتی نمیخه پیچوندن ده ای هر سو میکشی زوالا چش تنکی بد میشود. اینمی خیلی هم شبه اینمی طرز میپیچونیم دوستانی عزیز. من در لیستی دخوفکه روغن کردم.
ما هم تیار شد دوستان عزیز. شما هم تیار کنین، یکتاشم میخرین سر میکنین. در جا باش همی روزی سموسا کنی با هم خیلی خانوما کرده بودم. خانوما به گوشت فقط همی کپوست و کارتوشکا و پیاز هم خیلی میده کرده ریزه کردم. یک دو روز پیش همی مغازین پبیده میخوای سیب گرفتم. راستی من سیب بگیرم بسیاری بر نمیگیرم، یا 3 تا 4 تا خیلی میگیرم، برای که میخوای گودک وقتی میبرم اسراف میشه. وقتی 3 و 2 بلا کردم. راستی خواستم شما دم نشان تیم، نمیدانم من یکم بار خیلی دیدستم 3 و 2 بلا کردم. انم خیلی دانای سیب در درونش نیش زدگی با یک تشمه پرت افتم. نیشش تو هم خیلی دو برگه سبز شدگیه. حیران شدم که من یکم بار خیلی دیدستم در درونی سیب هم خیلی بینید چه خیلی همی دانش هم خیلی سبز شده برامده. بعد خواستم که در یک قطعه همی سیب بمانم داناش میبروید، نه که این سیب روش که بود اما گرفتیم داناش پرت افتم. در اینجا باشه یک نمود اوقات تیار کردم برای عبید شونه. برنجی جوشاندگی، کارتوشکای جوشاندگی، گریچکای جوشاندگی با یک نمود سالات وینگرت. اینجا پادلی уже تیار شدگی. خیلی کارتوشکا و سبزی بلگاری و پمیدور همش جارید کرده آب انداختم. با کارتوشکای جوشاندگی یک نمود سالات تیار کردم. نصیب یگان روز نشان میتیم. دوستان عزیز در پناه خدا باشه تا ویدیوی آینده. خداوند نگهبانتان باشد. رحمت که ما را دستگیری میکنه، رحمت که گپای خوب مینویسین. در ویدیوی ما لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنین. ای همه شما میندار هستیم. انشالله که با دستگیری شما ما پیش میرویم.